سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم. با اخبار امروز دوشنبه 12 فوریه شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه در یک منطقه جنجالی تاجیکستان و ازبکستان حالا وضع دیگر شده است. مردم کانی بادام حق سفری بی ویزا به دو طرف مرز را پیدا کردند. هوای نامساعد جستجوی قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری روسیه و تحقیق سبب‌های فلاکت را مشکل کرده است. وزارت فرهنگ لباس‌های ملی مردانه را توصیه می‌دهد. فرهنگ شناسان می‌گویند بعضی از لباس‌های عنعنوی رمزی غم و اندوه گرفتند. وقتی کسی که تاقی در سر می‌کند با او سوال می‌تواند که یگان ناخوشی شده است. تفصیل خبرها. در ولایت سوخت ساکنان یک منطقه مرزی با ازبکستان حق پیدا کردند به هیچ گونه ویزا یا روادید برای 5 روز به قلمرو کشور همسایه بروند و برعکس شهروندان ازبکستان هم می توانند به ناحیه کانی بادام بیایند و بروند. مقامات کانی بادام روز 12 فوریه گفتند که گذرگاه مرزی پتر اندرخان به روی مردم کانی بادام و ناحیه بی‌شرق ازبکستان باز شد، اما حق سفر بی روادید را فقط ساکنان منطقه‌های نزدیک مرزی دارند. مردم دیگر ناحیه ها برای سفر به ازبکستان البته باید ویزا بگیرند. پتر اندرخان یکی از 9 گذرگاه سرحدی ماشینگرد بین تاجیکستان و ازبکستان است که از سال 2009 بسته بود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولادیمیر پوتین همتای روس خود برای مرگ 71 نفر در سقوط هواپیمای مسافربر اظهار تسلیت کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت رحمان با ارسال نامه به پوتین گفته است در رابطه با این تلفات وزنین با شما غم شریک بوده، به نزدیکان و پیوندان فوتیدگان همدردی صمیمی خویش را اظهار میکنم. پایان اقتباس. عین زمان تحقیق سبب‌های سقوط هواپیمای روسی ادامه دارد و در این باره کیومرسیتا گزارش می‌دهد. ماموران نجات روسیه در اینجا نشانه‌های از جسد و یا پاره‌های هواپیمایی را می‌جویند که روز 11 فوریه سقوط کرد. آنها میگویند با نظرداشت برف و باد سخت ممکن است جستجو بیشتر از یک هفته ادامه کند. 400 نفر اینجا کار می‌کنند و شام فلاکت فقط 2 جسد را پیدا کردند. سبب‌های سقوط هواپیما با 71 سرنشینش حالا معلوم نیست. مفتشان تمامی سبب‌های سقوط از جمله وضع هوا، خطای انسانی، وضع فنی هواپیما و دیگر عامل‌های احتمالی را بررسی می‌کنند. هواپیمای مسافربری ان 148 از شرکت ساراتوفسکی آویالینی بعد پرواز از فرودگاه دمدیدوی مسکو به شهر اورسک بعد 7 دقیقه از رادارها ناپدید شد و بعداً لاشه‌هایش را 80 کیلومتر دورتر از مسکو در اینجا در ناحیه رامینسکوی پیدا کردند. ساکنان روستای نزدیک ترسیدند. من هیچ صدایی را نشنیدم. خوشبختانه در میدان خالی افتاد و به خانه ها نرسید. در بین قربانیان 3 کودک و 2 شهروند خارجی هم بودند، یکی از آذربایجان و دیگری از شویتزاریا. نمایندگان شرکت ساراتوفسکی آویالینی گفتند که خلبان‌ها با تجربه بودند و هواپیما هم مشکلی فنی نداشت. مقامات ایران تایید کردند که یک دانشمند ایرانی که شهروندی کانادا را هم داشت در زندان درگذشته است. آنها گفتند کاووس سعید امامی خودکشی کرده است، ولی پسرش به این گفته مقامات ایران باور ندارد. عباس جعفر دولت آبادی دادستان تهران گفته است که او به جاسوسی متهم شد و از بس که دلیل ها وجود داشتند دانشمند خودکشی کرده است. اکادمیک 63 ساله ایرانی را روز 24 ژانویه دستگیر کردند. و دیروز در ایران 39مین سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل کردند که سال 1979 به وقوع پیوست و روحانیان را حاکم ایران کرد. عبدالله اشور در این باره گزارش دارد. روز یکشنبه در گردهمایی به مناسبت 39مین سالگرد انقلاب اسلامی که در سال 1979 شاه ایران را برکنار نموده است، پرزیدنت ایران حسن روحانی مردم این کشور را به وحدت دعوت کرد. ماه‌های گذشته در سراسر ایران راهپیمایی‌های ضد دولتی برپا شده بودند. 11 فوریه حکومت ایران با شعارهای ضد امریکا و اسرائیل در پایتخت تهران و دیگر شهرهای جمهوری اسلامی گردهمایی‌ها تشکیل شدند. در میدان آزادی تهران حسن روحانی با خطاب به گردآمدگان مراجعت کرد.
رئیس جمهور ایران از محافظه‌کاران، اصلاح طلبان، سیاستمداران معتدل و تمام گروه‌ها دعوت کرد که متحد شوند. او گفت تا زمانی که طرف مقابل سازش هسته‌ای را احترام می‌کند، ایران به قول خود وفا خواهد کرد. در مسئله برجام آمریکایی‌ها تاکنون چند نوبت برای از بین بردن این توافق مهم منطقه‌ای و بین المللی تلاش کردند. تا امروز آمریکا ناموفق بوده و من اعلام می‌کنم ملت ما به عهد خودش تا روزی پایبند است که طرف مقابل ما هم به عهد خود پایبند باشد. حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد که کشورش به حفظ نظم و ثبات منطقه صادق بوده. بر این نظر است که تمام مشکل‌های منطقه باید از راه مشورت حل و فصل شوند. دانشمندان تاجیک میگویند برای امن نگه داشتن پیریخ‌ها که سرچشمه آب میلیون ها نفر در آسیا مرکزی هستند، یک مرکز تحقیقاتی نوی تأسیس می‌دهند. در این باره نمایندگان اکادمی علوم تاجیکستان روز 12 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کردند و سرورناز روح الله همکار ما در آنجا بود. سرچشمه اساسی پیریخ‌ها هستند. توجیکستان برای پیشگیری نابودشوی پیریخ‌ها در توجیکستان که 60% آب‌های آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند، مرکزی آموزشی پیریخ‌ها را تأسیس می‌دهد. فرهاد رحیمی رئیس اکادمی علوم توجیکستان ضمن نشست خبری گفت لایحه قرار حکومت تصدیق شده به وزارت و اداره‌های دخلدار ارائه گردیده است. تنها در 40 سال اخیر زیاده از 1000 پیریخ در توجیکستان پورا از بین رفته است و دوم مساحت و حجم پیریخ‌های ما سال تا سال کاهش می‌یابد. مسئولین میگویند با در نظر داشت اوج تغییریابی اقلیم تأسیس چنین یک مرکز در شرایط فعلی ناگزیر است. چون که اگر ما نتوانیم پیریخ‌های حفظ کنیم و نگه داریم، سرچشمه آبی از بین می‌رود. بنابراین وظیفه‌ای که مرکز اجرا می‌کند در آیین‌نامه و نظامنامه آن درج کرده می‌شود. امروز ما آیین‌نامه و نظامنامه مرکز را و ساختار آن را آماده نموده ایستادیم. با گفته رئیس اکادمی علوم تاجیکستان، وظیفه مرکز آموزش پیریخ‌ها تنها حساب و کتاب و یا مانیتورینگ پیریخ‌ها نبوده، بلکه با راه علمی اساس نکنی حفظ پیریخ‌های تاجیکستان است. عموما کوشش می‌کنیم که متخصصان ورزیده همین ساحه پیریخ شناسی را پیدا کنیم، با اونها ارتباط داشته باشیم. قدم اولی که داریم و در سال 2018 به نقشه میگیریم این ترتیب دادن اطلس پیریخ‌های تاجیکستان و ترتیب دادن فهرستی پوره پیریخ‌های تاجیکستان با نشان دادن کوردینات آنها، مساحت، حجم آبی که در آنها هست. این رقم یک است. دوم، ما باید حتما بررسی کنیم و در دست داشته باشیم فهرست آن پیریخ‌هایی که نابودشوی به آنها تهدید می‌کنند. تا 50 سال پیش در تاجیکستان 14,000 پیریخ خرد و بزرگ در قید بود. در 30 سال اخیر به سبب گرمی کره زمین بیش از 1000 پیریخ کاملا از بین رفتند و صدها پیریخ دیگر در حال عقب نشینی هستند. سر می‌زنیم به افغانستان همسایه. حمله‌های اخیر طالبان در شهر کابل نه تنها 10 نفر را کشته و مجروح کرده است، بلکه برای اقتصاد و تاجران شهر میلیون‌ها دلار ضرر آورده است. اتاق تجارت و صنعت افغانستان میگوید به سبب حمله و خونریزی‌ها به پایتخت بیشتر از 10 میلیون دلار زیان رسیده است. عبدالله اشور گزارش می‌دهد. وقت بمبگذاری مرگ طلب جهازی ترکنده را در نزد شفاخانه کابل فعال کرد، ترکیش 80 دکان و از جمله فروشگاه اشیای باستانی را تخریب کرد. تنها در یک بینایی که می‌بینیم کمش 1 میلیون دلار ضرر مادی ثبت شده است. اتاق تجارت و صنعت افغانستان تاکید می‌کند که حکومت باید شرکت‌ها را زیر حمایه‌اش قرار دهد. سرمایه‌دار کلان که بودند و خو اصلا وجود نداره و میرن. سرمایه‌دارای خرد و کوچک که بودند که علی وضعیت میبینند که نه فامیلشان مسئول است نه خودشان مسئول است، واقعا یک تاثیر منفی کرده بالایشان و او فرار میکنن، اولاد خود میکشن به یک جای، به ترکیه، به یک جای.
در یک پژوهش اتاق تجارت و صنعت ذکر شده است که در 6 ماه گذشته شرکت‌های صاحبکاری تخمیناً 50% دارایی‌هایشان را از دست دادند. از این میان 30% به صاحبکاران خرد و میانه و از 15 تا 20% به شرکت‌های بزرگ راست می‌آید. سطح کار مردم پایین میاد، سطح درآمدها پایین میاد، مصرف فوق‌العاده پایین میاد و جانب بسیار بسیار مثلا از او تاکید میکنم مسئله باورمندی بالای بازار است. از این لحاظ در صورتی که چنین عملیات صورت بگیره، علاوه سرمایه‌گذاری خراب میشه، تهیه سرمایه بسیار به مشکل مواجه میشه. بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد امسال افغانستان به 3.2% برابر خواهد بود، ولی احتمال ناآرامی ها برای تطبیق این پیش بینی خلل رساند. اما وزارت تجارت و صنعت افغانستان امید دارد که وضع امنیتی بهبود می‌یابد. باور ما بالای نیروهای امنیتی ما زیاد هست و با گذشت هر روز افزایش پیدا میکنه. امیدوار هستیم که توجه بیشتر هم بکنن، به خاطر از اینکه تشبثات کوچک و متوسط است که زیربنای اساسی اقتصاد کشور تشکیل میده و ما مطمئن هستیم که با هماهنگی مشترک به خاطر بهتر ساختن وضعیت سرمایه‌گذاری کار خواهیم کرد. نگرانی از امنیت باعث شد که ماه روان افغانستان از برگزاری نمایشگاهی بین‌المللی تجارتی در کابل دست کشد. وزارت فرهنگ تاجیکستان چند پیش گفت توصیه‌هایی را برای مردان جهت لباس پوشی آماده کرده است و احتمالاً این توصیه‌ها را روزهای نزدیک اعلان می‌کنند، اما معلوم نیست به مردان تاجیک کدام لباس‌ها را توصیه می‌دهند: جامه و تاقی یا شیم و کاستومی که دیگر جوانان تاجیک به آنها عادت کردند. برات یوسفی نگاهی دارد به تاریخ لباس‌های عنعنوی تاجیکی. جامه و دستار و سلای با شهامت تاجیک شهرنشین آخر قرن 19. این هم لباس ملی تاجیک کوهستانی همان دوره است. اولی برای نمایش زیبایی و شهامت دوخته شده است، دومی برای انجام کارها. آن مردمی که در صحرا کار میکرد، آنها اولا یک کربوس از کربوس دوخته‌ای کرتای میپوشیدند، شلوار همین سفید کربوسی، در پاشون موکی یا که موزوی آن وقته. پس از انقلاب اکتبر در قلمرو تاجیک‌نشین آسیای مرکزی در سالهای 20 قرن گذشته فرهنگ لباس پوشی نیز تغییر یافت. مردم با تقلید به فرهنگ غرب لباس می‌پوشیدند. زمان قبل از جنگ دوم جهان و چند سال بعد آن همزمان با جامه و دستار و سله و تاقی‌های تاجیکی کرته و شیم‌های شبیه لباس‌های نظامی مد شد. پس از سالهای 50 قرن 20 که فرهنگ لباس پوشی مردانه غربی هنوز معمول بود، لباس ملی هم در بعضی مناطق تاجیک‌نشین آسیای مرکزی رشد می‌کرد. ثروتمندان می‌پوشیدن از جامه‌های زری، آدمای میانه حال می‌پوشیدن مثلا مثل این و آدمای مثلا نادار می‌پوشیدن باز دیگر نمود جامه‌ها. شیم‌های تنگ و کوتاهی که فعلا در میان جوانان تاجیکستان خیلی رایج است، در گذشته نه چندان دور در این قلمرو مد بوده است. آدمایی که همین لباس می‌پوشیدن استیلیاگا میگفتن، یعنی استیلیاگا بودن، آنها می‌پوشیدن، هم گفتن استیلیاگا اومده هستند. هم خیلی نام همین بریکوی همین باریک هم خیلی وای داشت. فعلا لباس‌های ملی تاجیکی مردانه مال مردهای سالخورده، عید و مراسم‌های ملی و صحنه‌های تئاتر شده است. حتی جامه و دستار و تاقی را به رمزی نه چندان خوشایند تبدیل دادند. جامه و تاقی و میانبند با همه گویا که در روز عزاداری پوشیده میشن. وقتی کسی که تاقی در سر میکند با او سوال میتونن که یگان ناخوشی شده است. با وجود فراوان به فروش گذاشتن لباس‌های ملی مردانه تاجیکی، مخصوصاً جوانان پیراسته با لباس ملی را در شهرها پیدا کردن مشکل است. لباس ملی مردانه به لباس خانه تبدیل شده است. احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان گفت استعفای عالم زاهدزاده از مقام سرداری ریاست کار با جوانان سوخت به بازداشت خبرنگار میرسیدف خیرالله و رهبر محفل ظریفان یا کوین هیچ ربطی ندارد. نام زاهدزاده بعد آن که خیرالله میرسیدف را به فسادکاری عیبدار دانست سری زبان ها گردید. سازمان عفو بین الملل قرارگاهش در لندن میرسیدف را فرد نامیده است که برای استفاده از حق آزادی بیان او را پسی پنجره انداختند. و بیننده ارجمند، اخبار این روز هم به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت ما در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. خدا نگهدار.